شما دعای بیرون رفتن از منزل بلدید؟ شما که سوال میکنید نکته های قرآن چند تاست، شما نه. دعای بیرون رفتن از خانه و چه فضیلتی داره؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر کسی قدم که از خانه بیرون گذاشت به قصد بیرون رفتن به هر امری که داشته باشه بگه بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. 3 تا جمله همتون بلدید ولی شاید نمیدونستید که جاش کجاست و پاداشش چیه. از خانه که قدم گذاشته بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی همین 3 تا جمله بگه هنگام خارج شدن از منزل خداوند فرشته را میفرستد در گوشش به او میگوید هدایت شدی، راهو پیدا کردی. این بسم الله گفتن یعنی راهو پیدا کردن. هدایت شدی، این اولین پاداشش. کفایت شدی، کفایت شدی، الله کافیته. حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. 4 تا پاداش. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد. 3 تا جمله کمتر از 1 دقیقه وقت میگیره. کافی است که نیتت با خدا باشه. قدمت گذاشته بیرون بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. هدایت شدی، کفایت شدی، حفاظت شدی، شیطان از تو دور شد.